سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که دارن این ویدیو رو میبینن. من یونسم، اومدم یک کلیپ راجع به آیفون 17 نورمال براتون ضبط کنم. این گوشی خیلی فوق العاده ایه. حالا مورد رنگ سبزش رو موجود داره. خب رنگ عالی، مشخصات 17 پرو تقریبا، فقط یک دوربین کمتر داره و از هر لحاظی که شما بخواید برای تولید محتوا، عکس برداری، فیلم برداری، دوربین سلفی مخصوصا که با هم 17 پرو مکس دوربین سلفیش کاملا یکیه و هیچ فرقی نداره. این گوشی برای کسانی که میخوان تولید محتوا بکنن و نمیخوان هزینه آنچنانی بکنن یکی از بهترین گزینه‌هاییه. حالا در ادامه میتونیم براتون دوربینش رو نشون میدم و بقیه چیزاشو. حالا اینم دوربین 17 نورمال، دوربین واقعا فوق العاده و خفنی داره و حالا قابلیت‌های بزنیم تو ویدیو، قابلیت دوال کپچر که فیلم برداری همزمان از پشت و جلو هستش، حتی داخل 17 نورمال هستش. واقعا بهترین گوشی برای تولید محتوای دوربین سلفی. قابلیت اینو داره که خودش تشخیص بده اگه سوژه اضافه شد دوربین رو خودش کوچیک میکنه که همه جا بشن، مثل دقیقاً 17 پرو مکس. واقعا گوشی خفنیه. پیشنهاد ما به شما خرید یک 17 نورماله.